بیانیه حزب دموکرات کردستان ایران به مناسبت 80مین سالگرد تأسیس جمهوری کردستان. با شعله‌ور شدن جنگ جهانی دوم و ورود نیروهای متفقین، سقوط حکومت رضاشاه و در پی آن شکلگیری خلأ قدرت در بخش‌هایی از کردستان، زمینه‌ای مناسب برای احیای فعالیت‌های سیاسی و سازمان یافته فراهم شد. در چنین شرایطی در 25 مرداد ماه 1321 خورشیدی به همت گروهی از شخصیت‌های میهن‌دوست و با اندیشه استقلال طلبانه و ملی، جمعیت تجدید حیات کرد یا ژکاف تأسیس شد. 3 سال بعد حزب دموکرات کردستان بر پایه ساختار تشکیلاتی ژکاف و در قالب یک سازمان ملی دموکراتیک منسجمتر، برنامه‌مندتر و سازمان یافته‌تر شکل گرفت. حزبی که تا امروز به عنوان با سابقه ترین حزب کردی به حیات سیاسی و تشکیلاتی خود ادامه داده است. یکی از گام‌های بزرگ و تاریخی حزب دموکرات در روند مبارزه، گسست آگاهانه از سازماندهی عشایری، خانوادگی و منطقه‌ای و هدایت مبارزه به سوی شکلی کردستانی و فراگیر بود. هدفی بزرگ که کاملاً بجا و ضروری به شمار می رفت. همین نگرش سبب شد کرد بودن به محور اصلی گفتمان، هویت و عملکرد این حزب تبدیل شود. در ادامه تشکیل جمهوری کردستان، نقطه عطفی فکری و تاریخی بود که مسیر و افق مبارزات ملی دموکراتیک ملت ما را ترسیم کرد. این جمهوری از یک سو حاصل رشد اندیشه سیاسی و نهادینه شدن مسئله کرد در قالب یک بنیان ملی بود و از سوی دیگر راهی نو برای آینده مسئله ملی گشود. آرزوی آزادی و رویای رهایی هر ملتی از مسیر زنده نگه داشتن تاریخ مبارزات و نمادهای آن می‌گذرد. جمهوری کردستان پس از گذشت 80 سال همچنان در حافظه تاریخی و وجدان جمعی ملت کرد زنده است. عمر کوتاه جمهوری و پایان تراژیک اما سرفرازانه رهبران آن، نسل به نسل الهام بخش مبارزات کردها در هر 4 بخش کردستان بوده است. این عمر کوتاه برای حکومتی بومی که در طول تاریخ یا فرصتی برای تمرین خود مدیریتی نداشته و یا بسیار محدود از آن برخوردار بوده، مایه افتخار است. برای ملتی که همواره از حقوق خود محروم مانده و هویت، موجودیت و آزادی‌هایش در معرض تهدید، حذف و انکار بوده است، 11 ماه عمر جمهوری هرچند کوتاه سرشار از تجربه و آموزه‌های ماندگار است. نکته‌ای بنیادین در تاریخ جمهوری کردستان نگرش دموکراتیک رهبران آن است. رهبرانی که در عین پایبندی به ملی‌گرایی عمیقاً دموکراسی خواه بودند و این رویکرد به روشنی در ادبیات و گفتمان جمهوری بازتاب یافت. جمهوری کردستان الگویی ارائه داد که در آن یک ملت می توانست بدون تهدید دیگران به حقوق مشروع خود دست یابد. همزمان این تجربه نخستین گام در جهت نشان دادن این حقیقت بود که دموکراسی در ایران تنها از رهگذر تقسیم عادلانه قدرت میان ملت‌ها امکان پذیر است. جمهوری کردستان در این معنا نمونه‌ای تاریخی
از همزیستی دموکراتیک به شمار می رود. نگرش و اندیشه رهبران جمهوری متناسب با شرایط زمانه در عمل نیز پیاده شد. از جمله توجه به نقش جوانان و زنان که به تأسیس سازمان جوانان و اتحادیه زنان انجامید. امری که بیانگر اهمیت جامعه مدنی در نگاه جمهوری بود. این رویکرد نشان دهنده درکی عمیق از این واقعیت بود که هیچ تجربه‌ای از حکمرانی بدون مشارکت فعال زنان و دیگر اقشار جامعه به موفقیت نخواهد رسید. اگر امروز شاهدیم که شعار زن، زندگی، آزادی از کردستان برمیخیزد و در سراسر ایران طنین میافکند، باید دانست که این دستاورد ریشه در بیش از 80 سال تمرین مدنی و سیاسی دارد که آغاز آن به دوران جمهوری کردستان باز می‌گردد. در این مسیر تاریخی زنان و جوانان از حاشیه به متن سیاست گام نهادند و در جنبش ژینا به پیشگامان و ستون فقرات تغییر تبدیل شدند. برابری حقوق زن و مرد، عدالت اجتماعی، آزادی اندیشه سیاسی و دینی، رعایت حقوق اقلیت‌ها و توجه به زبان، آموزش و تحصیل از جمله اصولی بودند که جمهوری کردستان نه تنها در برنامه بلکه در عمل پیگیری و محقق ساخت. سقوط جمهوری کردستان از نظر تاریخی تراژیک بود، اما شیوه ایستادگی و مواجهه رهبران آن این تراژدی را به سرمایه‌ای الهام بخش برای بازسازی و تحقق دوباره آرمان‌های جمهوری بدل ساخت. در ایران امروز که خشونت و سرکوب اغلب به عقب نشینی جنبش ها می انجامد، یادآوری مقاومت رهبرانی که در کنار مردم ایستادند و صحنه را ترک نکردند، اراده جمعی برای تداوم مبارزه را تقویت می کند. جمهوری کردستان جنبش آزادی خواهی کردها را به سوی گفتمانی ملی و مدنی فراگیر هدایت کرد و ملت کرد را با مفهوم حاکمیت بر میهن و حق صاحب حکومت بودن آشنا ساخت. این جمهوری با نمادهای ملی خود شناخته می شود. نمادهایی گرانسنگ و ماندگار چون پرچم کردستان، نیروی پیشمرگ و سرود ملی که همگی بیانگر دستیابی به هدف ملی در قالب بنیانگذاری یک قدرت کردی و کردستانی هستند. در 80مین سالگرد تأسیس جمهوری کردستان صرفاً گرامی داشته یاد آن کافی نیست، بلکه وظیفه ما گسترش و تعمیق سرمایه‌ها و ارزش‌های آن است. این به آن معناست که در ایران آینده اصولی چون حقوق ملی، دموکراسی، مشارکت برابر زنان، رشد جنبش مدنی، همزیستی مسالمت‌آمیز و داوطلبانه و از همه مهمتر اصل حاکمیت مشترک ملت‌ها باید شالوده هر گونه ساختار سیاسی و اداری قرار گیرد. این سالگرد را در شرایطی گرامی می‌داریم که موجی نو از خیزش‌ها و اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و تمرکز مطلق قدرت آن آغاز شده و این رژیم در ضعیفترین موقعیت خود در چند دهه گذشته قرار دارد. جمهوری اسلامی در طول حیات خود درآمدها و منابع کشور را صرف گروه‌های شبه نظامی و تروریستی وابسته به خود کرده است. صدور ایدئولوژی بنیادگرایانه و
انقلاب اسلامی به خارج از مرزها مکمل سیاست داخلی سرکوب و انکار حق حیات است. سیاستی که ریشه در مبانی فکری و ایدئولوژیک این رژیم دارد. نگاهی به تنش‌ها و جنگ‌های سالهای اخیر در یمن، سوریه، فلسطین، لبنان و دیگر نقاط منطقه عمق سیاست‌های فاجعه‌بار و ضد انسانی جمهوری اسلامی را آشکار می‌سازد. سیاست‌هایی که از رهگذر مداخله‌گری، جنگ‌های نیابتی و دشمنی با کشورهای منطقه و جهان میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشته است. تجربه چنین حکومتی برای جهانیان نیز کافی است تا به این نتیجه برسند که تا زمانی که این رژیم بر سر قدرت است، منطقه روی آرامش و ثبات نخواهد دید. در چنین شرایطی بازگشت به اهداف جمهوری کردستان یادآوری این حقیقت است که تنها فرهنگ همزیستی، اتحاد و همگرایی است که ما را به منافع ملی و افق آینده نزدیک می کند. وظیفه جامعه کردستان و تشکیلات احزاب سیاسی پیوند خوردن با همان مسئولیت تاریخی و اخلاقی است که جمهوری کردستان به عنوان میراثی سیاسی از خود بر جای گذاشته است. در این یاد بوده با شکوه، بار دیگر پیام اتحاد و همگرایی را خطاب به تمامی جریان‌های سیاسی کردستان ایران، جامعه مدنی مقاوم و همه طبقات و اقشار ملت کردستان تکرار می‌کنیم. سر تعظیم در برابر روان پاک شهدای کردستان، به ویژه پیشوای ملت کرد غازی محمد فرود می‌آوریم. تقدیر و درود ما نثار خانواده‌های سرفراز شهدا، زندانیان سیاسی، همه کادرها، پیشمرگ‌ها، اعضا و هواداران حزب دموکرات و تمامی اقشار جامعه کردستان باد. حزب دموکرات کردستان ایران، کمیته مرکزی، 30 دی ماه 1404 خورشیدی.